دست دشمنان صد داد و بیداد. آخ براندازا رو میگه ها، سوز دلش بالا همه رویای عظما ماما داد بر باباد. آی گهی یاد لالشی داره گهی از هسته او میکنه یاباد. خاک بر سر شاماد. رسید آخر خیمت گیر کرده من، نه شاید چاره دردمش نه جلاد ایداد بیداد. پدری فرزندش را به دیار غربت فرستاد تا منطق بیاموزد. چندی بعد او را فرا خواند و پرسید از منطق چه آموختی؟ پسر گفت مثلا شما روی این صندلی نشسته اید و این صندلی روی زمین است، پس در واقع شما روی زمین نشسته اید. پدر لبخندی زد و گفت چه اشتباهی کردم که تو را به فرنگ فرستادم، کاش خودم به تو منطق می آموختم. مثلا تو مرغ میخوری، مرغ مگس میخورد، مگس هم یک چیزهایی میخورد، پس تو هم همونها رو میخوری. ناکس تو که دیگه داری صاف صاف به مقام عضو میگی شکر خوردی با چین قرارداد بستی دیگه. بیا 4 تا متن قراردادم نشون بده. آی دکتر بی انصافی هم حدی داره. اصلا کجای داستان من به این چیزی که شما گفتی ربط داره؟ شما همیشه داستان آموزنده منو ضایع میکنی، حالمو میگیری. آی دکتر ناراحت شدی، حالت گرفته شد. خب چرا الان میگی؟ هر وقت از این به بعد من یه چیزی گفتم که حالتو گرفت حتما به خودم بگو، رو دروازه هم نکنی ها. خیلی ممنون آی دکتر، خیلی لطف داری. آره حتما به خودت بگو که ناراحتت کرده، کجاش ناراحتت کرده که بازم از همونا بگم. بس رو آی دکتر با حفظ حق پاسخگویی عوض میکنم. همیشه میگن شکست مقدمه پیروزیه. نمیدونم این نظام الهی ما کی از دور مقدماتی صعود میکنه. نهایی و نیمه نهایی و 1/4 نهایی پیشکش. آیه دکتر همیشه میگن که یه مجری وارد استراتژیکی میتونه شکست‌ها رو یه طوری بپیچونه که پیروزی جلوش لنگ بندازه. خیلی ممنون، خیلی ممنون. اون هم پشتش به ابر استراتژیستی گرمه که دریای علم و حلم، از هر بند انگشتش هنر میماره. میشه 30 تا هنر. تازه انگشتای پاشم حساب نکردم. کلاجی بگی محکم، چون از هر چیز زیادی تعریف کنی دیگه کار خودشو نمیکنه. مرحوم عوضی همیشه میفهمودم از بهادر عرض میکردم بله، میفهمودم یارو شامپو خرید انقدر پشتش اسم ویتامین نوشته بود که دیگه حیفش میومد بزنه به موهاش، روزی یه قاشق ازش میخورد. روشن شد یا بفرستم دنبال شامپو ویتامینه. دکتر شما به عنوان یه ابر استراتژیست با مرام و با معرفت داره از که قاطی هم نداره، یه جوری به این حاجی ابراهیم رئیسی حالی کنی که با کلمه های اعتراض و اختشاش بازی نکنه. شگون نداره آیه دکتر. مشکل این نیست که اون شگون نداره، مشکل اینه که این شعور نداره. اسم این جلوی من میاری دندونام گزگز میکنه دوباره. به این که نمیشه چیزی حالی کرد که. مرحوم عوضی همیشه میفهمودم از بهادر عرض کردم بله، میفهمودم بعضی هستن که شب اول قبرم 62 تا فرشته میرن بالا سرشون، 2 تاشون سوال میپرسن، 60 تای دیگه حالیش میکنن که این 2 تا چی پرسیدن. آقای دکتر دستگاه قضایی عوض شده؟ دیگه به افکار عمومی اهمیت میده. اکو میرم اونا که صاف صاف توبت میزنی که دستگاه قضایی از خط ولایت خارج شده. آخه توی قضیه که اخیراً این همه بین دیوان عالی و حکم که صادر کرد اون رفت و برگشت شد، بالاخره از حکم کوتاه اومد. اینطوری گاز نده، یه نیش ترمز بزن تا یه بحث استراتژیکی بلد بکنم قشنگ. فرض کن یه فکسری زوار در رفته با یه مرسی هیکل دعواشون شده. مرسی هیکل میگه یا اون جنسی رو که دزدیدی ورد بیا یا فکتی میذارم کف دستت له و لوردت میکنم. تو باشی چه کار میکنی؟ هر کی به خط مقام عظمای ولایت التزام داشته باشه میگه خودم 7 جد آدم غلط کردی پس میدم یه چیزی هم روش آید. آفرین. حرف رو ترس که نباید گولت بزنه فکر کنی عوض شده که. مرحوم عوضی همیشه میفهمودم بزن بهادر عرض میکردم بله، میفهمودم مشنکه دوست دوره دبیرستانشو بعد کلی وقتی رفت از پشت طرفو گرفت یک گاز اساسی هم از گردنش گرفت. شوخی داشتم با هم، گفت خیلی دلم برات تنگ شده بود، چقدر عوض شدی امیرعلی.
امیرعلی گفت میدونی چرا عوض شدم؟ مشهدی گفت مشکلات زندگی. گفت نه، چون من امیرعلی نیستم احمق. از این به بعدم قبل از اینکه گردن کسی رو گاز بگیری اسمشو بپرس. آی دکتر ولی بالاخره یه چیزی عوض شده. تاکتیک ذهنتو نبره با خودش. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم. بله میفهمودن که طرف محکوم شد به مرگ تو اتاق گاز. بردنش تو اتاق گاز، یه نگاه کردی سقف نداره. گفت چه اتاق گازیه که سقف نداره؟ بهش گفتن بشین، کپسول گاز 11 کیلویی که از اون بالا انداختیم خورد تو سرت، میفهمی چرا سقف نداره. شیفهم شدم آقای دکتر. میرم سر یه موضوع دیگه، دعوای محمد باقر قالیباف با میرسلیم. دعوا سر چیه آقای دکتر؟ یه کلام میرسلیم میگه پرونده من تو اختلاس از این باقر باتون سبکتره، باید من بشم رئیس مجلس. اولا همین حرف مشنگیش نشون میده که شعور نداره، انگار رئیس مجلس باید کسی بشه که دزد نیست. بعد از کجا بیاریم؟ از بیرون نظام باید وارد کنیم. دوم، هنر کردی پرونده اختلاست از باقر باتون سبکتره. کدوم دزدی هست که از این خلاف سنگین تر باشه؟ افه پاک دستی به کسی تو نظام نیامده علکی. ناکس افه که بیایی کم پیدا میشه حالتو میگیره دیگه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهمودن مشنگه اومد جلو رفیقاش تو رستوران افه بیاد، گفت همون همیشگی. گارسون هم زبل بود، به جایی که بگه برو مشنگ این رستوران یه هفته از باز شده، گفت چشم همون همیشگی. رفت گرونترین غذاشون رو آورد که این طرف دیگه از این غلطا نکنه. یه ماه داره نون پیاز میخوره. دکتر با توضیح شما فهمیدم این مشنگ میرسلیم چه گوسفندیه. فرق تو با حضرت سلیمون چیه؟ نمیدونم آقای دکتر. خوبه که نمیدونی. او گوسفند رو میدید باش حرف میزد، تو کلی حرف میزنی و بقیه هم حرف میزنن، تازه میفهمی طرف گوسفنده. آقای دکتر ممنونم که اقلا به خودم نگفتین گوسفند. نه تو پریدی تو حرفم، داشتم به اونجا میرسیدم که به خودم بگم آقای دکتر واقعا خجالت آوره به این موجب استراتژیکی میخوای بگی گوسفند قربونه برم. این حرفا چیه؟ به قالیباف من کی گفتی تو این حرفا؟